یک خبر زنگ زدن طریق پیام‌رسان‌های واتساپ و تلگرام در روسیه محدود کرده شد. شکایت‌ها از مشکل شدن تماس‌ها طریق پیام‌رسان‌های بالاذکر در روسیه شروع از ماه اوگوست زیاد شد. روسکومنادزور نهادی نظارت کننده اینترنت در روسیه گفته است این تصمیم به خاطر مبارزه با جنایتکاری روی دست گرفته شده است. محدودیت در زنگ‌ها اساساً در شکل خلل یا نقصان‌های دیگر هنگام تماس ظاهر می شوند. روسکومنادزور گفته است با جز از زنگ‌ها در کاری واتساپ و تلگرام محدودیت دیگر جاری نکرده است. مسئولین پیام‌رسان‌ها از تصمیم روسیه انتقاد کرده گفتند این نقض آشکارای حقوق اهالی روسیه برای ارتباطات امن می باشد. این زمان این پیام‌رسان‌ها از جانب مهاجران مهنتی روسیه از جمله شهروندان تاجیکستان برای تماس با خویشاوندان در وطن فعالانه استفاده برده می شود. با طرف سوپرقوه از موبایل انتخاب است در اختیارتان 9 سوپرقوه است که طبق خواهش می توان پیوست کرد. طرف را با خواست خود بساز سوپرقوه را پیوست کن. خبرهای بیشتر در تلگرام کانال آسیا پلوس.